آدم به درد نخور به درد نخوره. آدم با معرفت هم با معرفت دیگه. من نمیدونم دنبال چی میگردیم. وقتی یه نفر بهتون بدی میکنه، خودتون راه میدید بهش که بهتون بدی میکنه، یه بار دیگه بهش فرصت بدید، 2 بار دیگه بدید. اگه دیدید داره تکرار میکنه، بدیاش از بدیای قبلیش قدرتش بیشتر شده، حجمش بالاتر شده، رو چه حسابی بهش راه میدی میبخشیش؟ چه دختر باشه چه پسر، لاشی لاشیه دیگه. ولش کن بره دیگه بابا. ازت دنبال چی میگردی آخه؟ طرف زنگ میزنه ما پدرام فلانی این کارو کرد، با ما پدرام فلانی اون کارو کرد. حالا آدم حسابی هم هستن ها، به خیال خودشون. ولش کن بره دیگه بابا. یه دختره دیگه، دنبال چی میگردی؟ دختره یا پسره بهش خیانت کرد، ول کن دیگه. کسخل تو که اون قیافه داره، خوشگل هستش، براش همه چی هست، تو هم که اندازه خودت هستی. ول کنید بره دیگه، بذارید بلولن تو هم دیگه اصلا به تو چه ربطی داره آخه؟ قدر تو نمیدونه، خدافظ. موس میکنی برای طرف. ول کن بابا. این دنیا اصلا ارزش اینو داره کلا نهایت. اگه مریضی نگیری، اگه ورزش کنی، تغذیت خوب باشه، 50 سال 60 سال 60 سال بتونی خوب زندگی کنی. تا 20 سالگی که نمیفهمی اصلا زندگی چجوری گذشت. 30 سال 40 سال فرصت داری دیگه، جوونی دیگه. این 30-40 سالت هم میخوای مثلا 10 سالشو درگیر یه آدم کنی که 24 داره بهت میزنه، و درگیر یه آدم دیگه کنی 24 بهت خیانت میکنه. و آدم خوب هست دیگه، به اندازه آدمای خوب هست، به اندازه آدمای بدم بد. اینا میگردن هم دیگه رو پیدا میکنن. ول کنید بابا. گریه میکنه، زنگ میزنه، گریه میکنه. الان هم میدونه منظورم چیه. 3 نفر تو این 2-3 روزه زنگ زدن به ما سر خیانت. من نوکرتونم، من دستتونو میبوسم، من داداشیتونم، ولی تقصیر خودته. یه جا تمومش کن، یه جا ولش کن، یه جا برو پی زندگیت، برو عشقتو کن. به خدا قسم بدون دوست دختر، بدون دوست پسرم میشه اشغال کرد. 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال به خودتون فرصت بدید. بعد آدمش میاد تو زندگی، اونی که قسمت تو باشه میاد تو زندگیت. مطمئن باشینو. تو 200 نفرم تجربه کنی تو 1 سال، میان و میرن. میبینی درونت کثیف شده، مغزت کثیف شده. تو با هر انسانی که وارد رابطه میشی، یه یادگاری که نه 100 تا یادگاری رو مغزت میذاره اون آدم. فکر کردی مثلا هر کی ورود بزنه تو زندگیت، آره همینه، ورود زد و خروج زد، تموم شد رفت؟ نه بابا. لحظه به لحظه رفتاراش، کاراش، تمام لحظه به لحظه کال رفتنت، تلفن زدنت، خاطره ساختنت، بیرون رفتنت، دعوا کردنت، همه اینا میمونه تو ذهنت. حتی اگه 2 هفته تو زندگیت باشه اون آدم، چه دختر چه پسر، 2 هفته تو زندگیت باشه، تموم کارت. یا بساز برو جلو. من که میگم با 1 نفر باشید، ازدواجم کنید، بره تموشه بره. من نظرم اینه. حالا جامعه الان تخمی، بیپولی، همه چی هست، اوکی، همه رو قبول داریم. ولی یه زمانی میبینی طرف، من الان آدمای زیادی رو میشناسم، یا آپارتمان 40-50 متری داره، ماشین داره، کارمندم هست، رفقای دورمون هستن، ولی وجود زن گرفتن نداره. برو بگیر دیگه. تو باید بری بگیری دیگه آخه. دیگه تو دنبال چی میگردی؟ گسخل جان، سنت هر چی بره بالاتر، میدونی کی هستی. 3 نفرید، میدونید کیو دارم میگم. سنت هر چی بره بالاتر، روانی‌تر میشی، مغزت ردتر میده، ریستر میشی، جزئیات رو انقدر بیشتر میبینی میترکی. جزئیات زیادی خوب نیست. زندگی تشکیل دادن، خانواده تشکیل دادن خوبه برای کسی که میتونه مثلا یه آب باریکه‌ای داره، یه سقفی بالا سرش داره. حالا اونی که سقف رو نداره، من نوکر اونم هستم. اونم بالاخره باید یه جوری آدم به دادش برسه. درد اونم باید ببینی. اونی هم که ازدواج کرده، بالاخره دیگه رفته تو زندگی که الان نمیتونه خرج بده، آدم باید هوای اونم داشته باشه. ولی هر موردی فلسفه و داستان و روانشناسی خودشو داره. اما من میگم خیلی از جوونا هستن الان میتونن زن بگیرن، نمیگیرن، هی دارن دختربازی میکنن.
اینو تجربه میکنه، اونو تجربه میکنه، اونو تجربه میکنه. اینه بابا مریضی میگیری، مرض میگیری، علاوه بر مریضی جسمی مریضی روانی هم میگیری. حالا میگی جسمیه رو خوب میکنی، روانیه رو میخوای چیکار کنی؟ نابود میشی، میره دیگه. جان من درست زندگی کردن دست خودمونه. درست زندگی کنیم، به هیچ کسی ربطی نداره، فقط به خودمون ربط داره. 99% رفتارهای ما، آینده ما به خودمون ربط داره، به هیچ انسانی ربط نداره. اگر میخواید ربطش بدید به انسانهای دیگه، بدونید کونگشادی از سمت خودتونه، بدونید خلا از سمت خودتونه. مشکل خودتونید که میخواید بندازید گردن یکی دیگه. من نوکر همتونم هستم بابا. زنگ نزنید به من، زنگ بزنید ولی ننالید. من آدم رفیق بازیم. تو امرو به من درد دل تو میگی، فردا دوباره میای همونو تکرار میکنی، پس فردا دوباره تکرار میکنی، دنبال اینی من تایید کنم، دنبال اینی گوکاری که کردی و من تایید کنم. هر دفعه میای به یه مدل دیگه ای برای من تعریفش میکنی، ولی ته حرفت میبینم این همون قصه است. فقط نیم ساعت وقت ما رو گرفته، یه مدل دیگه تاییدش کرده. پدرام من چیکار کنم الان؟ دلم براش تنگ شده، دارم میمیرم. 3 روز پیش که یه چیز دیگه میگفتی، اینم شدم اون تهش به دلتنگی رسید. ول کن بره، برو زندگی تو کن، بذار اون بدبختم بره زندگیشو کنه بابا.